تاریخ ایران همیشه آدمایی بودن که وقتی وارد می شدن همه چیزو زیر و رو می کردن. یکی از اون آدما میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیرکبیره. مردی که از یه خانواده ساده بلند شد ولی عقل، جسارت و سخت‌کوشیش باعث شد بشه صدر اعظم ایران. توی دورانی که ایران پر از آشفتگی، فساد و دخالت بیگانگان بود، امیرکبیر مثل یه ستاره روشن اومد و شروع کرد به ساختن، اصلاح کردن و جنگیدن با بی‌عدالتی. از دارالفنون گرفته تا مبارزه با رشوه و دستهای پشت پرده خارجی ها، هر جا که رد پای امیرکبیر هست بوی تغییر و امید به آینده هم حس میشه. اگه از داستان‌های پرشور تاریخ ایران و جهان خوشت میاد و دوست داری زندگی آدمای بزرگ و تاثیرگذار و ساده و جذاب بشنوی، همینجا توی فکت‌کست همراه ما باش. ما هر هفته سراغ زندگی قهرمان‌ها، پادشاه‌ها، دانشمندا و شخصیت‌های برجسته میریم و روایت‌هایی میسازیم که هم شنیدنی باشه و هم پر از نکته. پس اگه میخوای هیچ قسمت رو از دست ندی، همین الان روی دکمه سابسکرایب بزن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن تا اولین نفری باشی که ویدیوهای جدید ما رو میبینه. میرزا محمد تقی‌خان فراهانی که همه به اسم امیرکبیر میشناسیم، پسر کربلایی محمد باقر بود و توی سال 1186 خورشیدی توی روستای حضابه از حوالی عراق به دنیا اومد. پدرش یعنی همون کربلایی محمد اولش جزو خدمه‌های میرزا عیسی قائم مقام بزرگ به حساب می اومد و بعدها به عنوان سرآشپز میرزا بزرگ کار کرد. کم کم که گذشت، در دوره ابوالقاسم قائم مقام دوم به مقام سرآشپزی رسید، همون کسی که صدر اعظم محمدشاه قاجار بود. مادر امیرکبیر فاطمه سلطان نام داشت، دختری از خانواده آبرومند و اهل ناحیه فرحان عراق. اون دختر استاد شاه محمد بنا بود، معماری که کارهای اختصاصی خانواده قائم مقام انجام میداد. امیرکبیر از بچگی در کنار خانواده قائم مقام رشد کرد و همین باعث شد از نزدیک با زندگی مرفه و آسایش شاهزاده ها و بزرگان جامعه آشنا بشه. ولی از طرف دیگه خودش ریشه در طبقه مردم عادی داشت و درد و رنج کوچه و بازار و سختی زندگی عوامو با پوست و گوشتش لمس می‌کرد. یه روایت مشهور از دوران کودکی امیرکبیر هست که خیلی قشنگ نشون میده از همون بچگی چقدر تشنه علم بوده. میگن اون وقتا امیر وظیفه داشت ناهار بچه‌های قائم مقامو ببره. غذا رو میذاشت دم اتاق و خودش هم بیرون در میایستاد تا بچه‌ها غذای خودشونو بخورن. بعد که کارشون تموم میشد، میرفت و ظرفا رو جمع میکرد. تو همین چند دقیقه‌ای که دم در میایستاد، گوشاش تیز میشد. هر چیزی که آموزگار به بچه‌های قائم مقام درس میداد، با دقت از پشت در میشنید و همونو تو ذهنش نگه میداشت. کم کم خیلی از درس‌ها رو بدون اینکه کسی بفهمه یاد گرفت. یه روز خود قائم مقام اومد تا از بچه‌ها امتحان بگیره. هر چی پرسید، هیچ کدوم نتونستن جواب بدن. درست همون موقع امیرکبیر که دم در بود، اجازه گرفت و وارد شد. به سوالای قائم مقام جواب داد و تک تک پرسش‌ها رو درست حل کرد. قائم مقام با تعجب پرسید: این چیزا رو از کجا یاد گرفتی؟ امیر با خونسردی جواب داد: از پشت در. هر چی معلم میگفت گوش میکردم و یاد میگرفتم. قائم مقام که از هوش و پشتکارش خوشش اومده بود، خواست جایزه‌ای بهش بده، ولی امیرکبیر اصرار کرد: به جای جایزه اجازه بدین منم سر کلاس بشینم و درس بخونم. دلم میخواد باسواد بشم. در آخر قائم مقام راضی شد و اجازه داد امیرکبیر درست مثل بچه‌های خودش پای درس معلم بشینه و از آموزش‌ها استفاده کنه. کم کم که درسای امیر تموم شد، میرزا بزرگ همه حساب کتاباشو سپرد به دست اون.
امیرکبیر هم که باهوش و پر از ذکا بود، همه کارا رو خیلی دقیق و درست انجام میداد و اعتماد همه رو جلب کرده بود. وقتی روزای پایانی عمر میرزا بزرگ رسید، اون به شدت مریض شد و حتی بیناییشو از دست داد. همین موضوع باعث شد بیشتر از همیشه به کمک امیرکبیر تکیه کنه. این همنشینی نزدیک کاری کرد که امیر در سن و سالی کم با دنیای سیاست و کارهای مهم مملکت آشنا بشه. امیرکبیر کم کم تبدیل به جوون محبوب میرزا بزرگ شد، چون میرزا خوب میدونست این پسر چه هوش و استعدادی داره. بعضی وقتا با افتخار به اطرافیانش نشون میداد و به خودش میبالید که همچین جوونی در کنارش پرورش پیدا کرده. قائم مقام سیاستمدار کارکشته‌ای بود که برای هر موضوع مهمی دست به شبکه‌ای از مامورا و جاسوسا داشت. همین چیزا باعث میشد فضای اطراف امیرکبیر از همون جوونی پر از تجربه‌های جدی و درسای بزرگ باشه. قائم مقام به امیرکبیر اعتماد زیادی داشت، اما برای اینکه اون با رمز و فنون نظامی هم آشنا بشه، تصمیم گرفت امیر رو بسپره به دست یکی از آدمای مورد اعتمادش به اسم میرزا محمد خان زنگنه. زیر نظر همین استاد بود که امیر وارد دنیای نظام شد و خیلی زود تونست خودش رو نشون بده و به مقام مستوفی نظام برسه. تو همین دوران بود که اولین سفر خارجی امیرکبیر اتفاق افتاد. سفری که ریشش به عهدنامه ترکمنچای برمیگشت. بعد از امضای اون قرارداد سنگین، دولت روسیه گریبایدوف رو به عنوان فرستاده ویژه به ایران فرستاد تا اسناد معاهده رو به دربار قاجار تحویل بده. اما رفتار زشت و توهین‌آمیز گریبایدوف در تهران مردم رو به خشم آورد و در نهایت خودش و همراهانش کشته شدند. از اون جمع فقط یه نفر جون به در برد. فتحعلی شاه برای اینکه اوضاع رو کمی آروم کنه، همین بازمانده رو همراه با یک مهماندار روانه تبریز کرد. اون موقع عباس میرزا نایب السلطنه قاجار در تبریز حضور داشت. قرار شد که اون از این نماینده پذیرایی کنه و بحران رو یه جوری مدیریت کنه. عباس میرزا برای اینکه قائل خط بشه دستور داد هیئتی بلندپایه به سمت تفلیس حرکت کنه. توی این گروه مهم علاوه بر محمد خان زنگنه که بعدها به امیر نظام معروف شد، میرزا محمد تقیخان فراهانی یا همون امیرکبیرم حضور داشت. به این ترتیب نخستین سفر خارجی امیرکبیر در سال 1207 خورشیدی انجام شد. سفری که در تازه‌ای به روی تجربه‌ها و آشنایی‌های بین‌المللی اون باز کرد و مسیر آینده‌ش رو شکل داد. امیرکبیر رابطه نزدیکی با امیر نظام داشت و به جز سفر تفلیس یه بارم به ایروان رفت. این سفرها تجربه‌های زیادی براش ساخت و باعث شد قدم به قدم با دنیای سیاست، مخصوصاً سیاست خارجی، بیشتر آشنا بشه. از اون طرف امیر نظام هم بیکار نمیموند و هر روز به مقام و جایگاه بالاتری میرسید. وقتی عباس میرزا از دنیا رفت، تقریباً همه کارهای آذربایجان دست امیر نظام بود. بعدم که نوبت به مرگ فتحعلی شاه رسید، بار مسئولیت‌های امیر نظام خیلی بیشتر شد. با مرگ فتحعلی شاه نوبت به پسرش محمد شاه قاجار رسید تا تاجگذاری کنه. شاه جدید راهی تهران شد و امیرکبیر هم در این سفر همراهش بود. این همراهی فرصتی بود تا امیر بیشتر به دربار نزدیک بشه. هنوز 1 سال از سلطنت محمد شاه نگذشته بود که حادثه‌ای تلخ اتفاق افتاد. قائم مقام فراهانی، اون وزیر دانا و باهوش، به طرز فجیعی به دستور خود محمد شاه کشته شد. این ماجرا هم یه شوک بزرگ برای امیرکبیر بود، هم تلخی دربار قاجار رو بیشتر بهش نشون داد. بعد از ماجرای قتل قائم مقام، محمد شاه دستور داد که امیر نظام با چند گروه نظامی از تبریز به سمت تهران حرکت کنه. خیلی ها موقع فکر میکردن شاه قصد داره امیر نظام رو به مقام وزارت برسونه، چون مردی بود فوق‌العاده قابل اعتماد برای دربار. اما برخلاف انتظارها بعد از مدت کوتاهی فردی به نام حاجی میرزا آقاسی به عنوان صدر اعظم یا همون نخست وزیر انتخاب شد و امیر نظام دوباره به تبریز برگشت. در همین دوره ناصرالدین میرزا، همون شاه آینده، ناصرالدین شاه قاجار،
به همراه امیر نظام و امیر کبیر راهی سفری به ایروان شد تا با نیکولای اول امپراتور روسیه ملاقات کنه. این سفر برای امیر کبیر مثل یک کلاس بزرگ سیاست خارجی بود. چند سال بعد در مهر ماه سال 1220 خورشیدی امیر نظام از دنیا رفت. از اون به بعد همه کارهای آذربایجان عملاً افتاد دست امیر کبیر. ولی این قدرت و جایگاه تازه یه دشمن جدی براش درست کرد. حاجی میرزا آقاسی، صدر اعظم محمد شاه. آقاسی به شدت به امیر کبیر حسادت میکرد و همین حسادت کم کم زمینه ساز رقابت و دشمنی بین این دو شد. این حاجی میرزا آقاسی اصلاً دل خوشی از امیر کبیر نداشت. نمیخواست ببینه اون روز به روز به دربار نزدیکتر میشه و پیشرفت میکنه. مخصوصاً وقتی فهمید بعد از مرگ امیر نظام همه کارهای آذربایجان دست امیر کبیر افتاده، بیشتر نگران شد. برای اینکه جلوی رشدشو بگیره نقشه‌ای ریخت. امیر کبیر رو به عنوان سفیر ایران در ارزروم منصوب کرد. توی ذهنش مطمئن بود که اگه مدتی امیر دور از پایتخت بمونه کم کم از چشم درباری‌ها میفته و فراموش میشه. فکر میکرد وقتی مأموریتش تموم بشه و برگرده دیگه به هدفش نرسیده و مثل یه سیاستمدار شکست خورده برمیگرده. اون وقت هم خطری برای صدر اعظم باقی نمیموند. ولی برخلاف انتظار ماجرا درست برعکس شد. امیر کبیر همه مأموریتاشو با موفقیت پشت سر گذاشت و خیلی زود سربلند و با دست پر به ایران برگشت. این پیروزی برای حاجی میرزا آقاسی مثل یه شوک بود. با این حال این تنها دردسر امیر کبیر نبود. در همون زمان یه رقیب جدی دیگه هم وجود داشت. مردی به اسم الله یارخان آصف‌الدوله. این فردم به نوعی تهدیدی برای آینده امیر کبیر به حساب می اومد. الله یارخان آصف‌الدوله از سیاستمدارای قدیمی دربار قاجار بود و همیشه تو سرش هوس نخست وزیری داشت. درست همون زمان حال محمد شاه خیلی خراب شده بود و توی بستر بیماری میگذروند. آصف‌الدوله فرصت و غنیمت شمرد و شروع کرد به تحریک مردم بر ضد حاجی میرزا آقاسی. هدفش روشن بود. میخواست صدر اعظم رو کنار بزنه و خودش جاشو بگیره. اما با دخالت محمد شاه این قائله موقتاً خاموش شد. در همین دوران امیر کبیر توی آذربایجان بود و مسئولیت کارهای نظامی تبریز به دوش اون افتاده بود. از طرف دیگه به دستور محمد شاه ناصرالدین میرزا همون ولیعهد هم به تبریز فرستاده شد تا کم کم برای نشستن روی تخت پادشاهی آماده بشه. چون حال و روز شاه اصلاً تعریفی نداشت و نفسای آخرش رو میکشید. اولین نشونه‌های درایت و تیزهوشی امیر کبیر درست تو همون روزای تبریز خودشونو نشون دادن. داستانش جالبه. یه سگ از طرف پرسنل روسیه که اون موقع حسابی تو تبریز رفت و آمد داشتن گم شد. کنسولگری روسیه هم بلافاصله چند از شهروندای تبریزی رو زندانی کرد. این اتفاق باعث شد اوضاع تو شهر شلوغ و آشفته بشه و مردم تبریز به سمت خونه‌های مسیحیان حرکت کنن و شورش در شرف وقوع بود. ولی امیر کبیر با همت و تدبیر با بزرگان و ریش سفیدان شهر وارد مذاکره شد و تونست قضیه رو بدون هیچ درگیری و خونریزی حل کنه. چند وقت بعد روزای تلخ دیگه‌ای رسید. محمد شاه قاجار در 13 شهریور 1227 خورشیدی در شمیران از دنیا رفت. امیر کبیر هم بیدرنگ دست به کار شد و مقدمات سفر ناصرالدین میرزا به تهران رو فراهم کرد تا سلطنتش آغاز بشه. امیر کبیر با جدیت و دقتی که به خرج داد کارا رو عالی انجام داد و همین باعث شد محبوب دل ناصرالدین میرزا بشه. ناصرالدین میرزا هم با کمک و پشتیبانی امیر کبیر همون تو تبریز خودش رو به عنوان جانشین رسمی پدرش معرفی کرد. 6 هفته بعد ناصرالدین میرزا راهی تهران شد و رسما تاجگذاری کرد. به این ترتیب دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد و امیر کبیرم کم کم به یکی از ستونای اصلی دربار و سیاست ایران تبدیل شد.
قبل از حرکت به سمت تهران، امیرکبیر دست به تغییراتی توی آذربایجان زد و چند تا از حکام منطقه رو عوض کرد و افراد نزدیک به خودش رو روی کار آورد. تو همین جریان بود که بهش لقب امیر نظام یا همون فرمانده سپاه داده شد. وقتی به تهران رسید، اوضاع شهر اصلاً قابل تعریف نبود. همش به هم ریخته بود. محمدشاه دیگه در قید حیات نبود و کسی هم به میرزا آقاسی اعتماد نداشت. زیر فشار همین شرایط و با دخالت انگلیس، میرزا آقاسی قدرت رو کنار گذاشت و خودش رو به حرم عبدالعظیم رسوند و تحصن کرد. بعد از این تحولات، همه‌کاره دربار شد ملک جهان خانم که بعدها به اسم مهد اولیا شناخته شد و مادر ناصرالدین شاه شد. ناصرالدین شاه در سال 1226 خورشیدی روی تخت سلطنت نشست و دوران حکومتش آغاز شد. از همون ابتدا رابطه ناصرالدین شاه و امیرکبیر اونقدر گرم و صمیمی بود که شاه زیباترین لقب‌ها رو برای امیرکبیر به کار می‌برد و مدام بهش میگفت اتابک اعظم. این محبت و اعتماد شاه باعث شد اطرافیان و درباری‌ها به شدت به امیرکبیر و جایگاهی که داشت حسادت کنند. اما امیرکبیر هم کوتاه نیامد. درست از همون ابتدای کار دست به اصلاحات گسترده زد. کارهایی که تا اون زمان در تاریخ ایران سابقه نداشت و میتونیم بگیم حتی در تاریخ معاصر ایران هم نمونه نداشت. تمامی تغییراتی که امیرکبیر ایجاد کرده بود باعث شد مفتخوری و خوشگذرونی مقامات تموم بشه و همه برن سر همون کارهایی که باید انجام میدادن. اما این رفتارهای امیرکبیر برای مسئولین رده بالا قابل تحمل نبود و همین دلیل اونا هم شروع کردن به فتنه انگیزی و برنامه‌ریزی علیه امیرکبیر. با تحریک بعضی از رجال سیاسی بین سربازان دولتی اختلاف ایجاد شد. تعدادی از سربازان راهی منزل امیرکبیر شدند و با نگهبانهای منزل درگیر شدند. توی همین زد و خورد 2 تن از نگهبانای منزل امیرکبیر کشته شدند. بعد از این ماجرا چند تا از بازاری‌ها اعتصاب کردند و مردم هم به تحریک مقامات عالی رتبه به خیابونا ریختند و فریاد می‌زدند امیرکبیر باید خلق بشه و حتی باید اعدامش کنن. هرچند ناصرالدین شاه اصلاً اهمیتی به حرفا نمیداد و تمام قد پشت امیرکبیر ایستاده بود، اما امیرکبیر برای اینکه مملکت بیشتر از این گرفتار آشوب و بی‌نظمی نشه، یه مدتی از تهران خارج شد. با این حال طرفداران امیرکبیر هم کم نبودن و اونا نمیتونستن ببینن اوضاع به این شکل ادامه پیدا کنه. به کمک بعضی از رجال طرفدار امیرکبیر و با استفاده از نفوذی که خودش بین نظامی‌ها داشت، تعدادی از سربازان راهی افرادی شدند که مخالف امیرکبیر بودند. اونا رو دستگیر کردند و کنترل اوضاع رو دوباره به دست گرفتند. به این ترتیب شرایط فراهم شد تا امیرکبیر دوباره به قدرت برگرده و نقش خودشو در اداره مملکت به شکل مؤثر ادامه بده. امیرکبیر میتونست خیلی راحت عوامل این فتنه رو دستگیر کنه و بعدم مجازاتشون کنه، ولی برای اینکه وضعیت مملکت از این بدتر نشه تصمیم گرفت چنین کاری انجام نده. اما سوال این بود: عامل اصلی این آشوب کی بود؟ چه کسی تونست این شورش رو در سراسر مملکت علیه امیرکبیر مدیریت کنه؟ پاسخ روشن بود. عامل اصلی تو دربار پادشاهی بود. مادر ناصرالدین شاه یعنی مهد اولیا. اکثر وزیران و اطرافیان شاه هم به امیرکبیر و قدرت گرفتنش با چشم بد نگاه می‌کردن. فقط ناصرالدین شاه و یه تعداد کمی از دلسوزان مملکت بودن که طرفدار واقعی امیرکبیر بودن. ناصرالدین شاه به قدری به امیرکبیر نزدیک بود که حتی خواهر تنی خودش عزت‌الدوله رو به همسری امیرکبیر درآورد. امیرکبیر در یکی از نامه‌هاش در مورد ازدواجش با خواهر ناصرالدین شاه اینطور می‌نویسه: امیرکبیر خودش در نامه‌اش نوشته بود: از اول برخورد قبله عالم معلوم بود که نمی‌خواستم تو این شهر صاحب عیال و خانه بشم. بعد هم به حکم همایونی و برای پیشرفت خدمت به شما این اقدام انجام دادم. این ازدواج کاملاً به نفع امیرکبیر بود. بعد از اون دیگه درباری‌ها جرئت نداشتن علیهش کار خاصی انجام بدن. ولی در این بین کینه‌ای که مهد اولیا از دامادش به دل گرفته بود تمومی نداشت. هر کاری میکرد تا نفرت از امیرکبیر توی کاخ پادشاهی زنده بمونه. با این حال
امیرکبیر زمام حکومت رو با قدرت در دست داشت و روز به روز بر اقتدارش افزوده میشد. اوضاع اجتماعی ایران رو به طور کامل دگرگون کرد و یه سر و سامونی به وضعیت اقتصادی جامعه داد. در این بین پیشرفتی که در منطقه آذربایجان اتفاق افتاد واقعاً چشمگیر بود، چون این منطقه به امپراتوری روسیه نزدیک بود و امیرکبیر شناخت کامل از این نواحی داشت. در اندیشه و تفکر امیرکبیر حکومتی مقتدر یعنی حکومتی که مردمش در رفاه کامل باشن. اون معتقد بود ایران هم باید بر پایه عدالت اجتماعی حرکت کنه و زمام امور دست افراد لایق و کاردان بیفته. به طور کلی ایران به خاطر شرایط جغرافیایی ویژه و حضور اقوام گوناگون اغلب دچار ناامنی و آشوب میشد. در دوران قاجار معمولاً شورش‌هایی در نقاط مختلف ایران شکل می‌گرفت که بعضی‌اش چند سال طول می‌کشید. افرادی که پشت این شورش‌ها بودن هم غریبه نبودن. خود شاهزادگان و بزرگان دربار قاجار بودن که معمولاً فکر می‌کردن حق بیشتری نسبت به سلطنت دارن. یکی از بدترین این آشوب‌ها اتفاقاتی بود که در خراسان و افغانستان رخ داد. این منطقه از زمان مظفرالدین شاه دچار آشوب شده بود و حکام محلی تلاش می‌کردند از حکومت مرکزی دستور نپذیرند. استاندار خراسان در اون دوران فردی بود به نام سالارخان که پسردایی محمدشاه قاجار محسوب می‌شد. این آقای سالارخان روابط بسیار نزدیکی با انگلیس داشت و به همین خاطر با پشتیبانی انگلیس خیلی راحت‌تر میتونست شورشاشو ادامه بده و به حکومت مرکزی هم بی‌اعتنایی کنه. در ابتدای کار امیرکبیر به سالارخان پیام فرستاد و ازش خواست دست از شورش‌ها برداره. بهش گفت که میتونه حاکم زنجان باشه و همچنان قدرت سیاسی داشته باشه، ولی دیگه اجازه نده اوضاع کشور به هم بریزه. ولی سالارخان کوتاه نمی اومد و حتی ماموران حکومتی رو تهدید به استفاده از تفنگ و شمشیر کرده بود. امیرکبیر در نامه‌های بعدی لحنش رو تند کرد و به سالارخان هشدار داد که سرانجام دردناکی در انتظارش خواهد بود. در نهایت نامه‌نگاری و مذاکره راه به جایی نبرد و نیروهای نظامی به دستور امیرکبیر راهی خراسان شدند. در مشهد درگیری‌های مسلحانه شکل گرفت و نهایتاً خراسان دوباره تحت کنترل حکومت مرکزی در اومد. سالارخان به همراه فرزندش به حرم امام هشتم شیعیان تحصن کردند تا شاید جون سالم به در ببرند. حتی نماینده‌های روسیه و انگلیس وساطت کردند که امیرکبیر از جان سالارخان بگذره، ولی امیرکبیر قبول نکرد. در نتیجه سالارخان و فرزندش دستگیر شدند و بعد از اون هر دو اعدام شدند. ولی خراسان تنها منطقه‌ای نبود که در زمان امیرکبیر دچار آشوب شده بود. همزمان سیستان و بلوچستان که هم مرز با هندوستان بود، شاهد یه سری درگیری‌ها بود. اون زمان هندوستان تحت سلطه انگلیس بود و انگلیس خیلی روی این بزرگترین مستعمرش حساس بود و همین دلیل سیستان و بلوچستان هم اهمیت زیادی پیدا می‌کرد. انگلیس قبل‌تر تونسته بود در بین سران بعضی از خاندان‌های بلوچ نفوذ کنه. هدف اصلیش هم این بود که منطقه بلوچستان به طور کامل از خاک ایران جدا بشه و مرزهای مستعمرش گسترش پیدا کنه، طوری که دیگه خطری برای هندوستان وجود نداشته باشه. در نتیجه این اقدامات باعث شد آشوب‌هایی هم در سیستان و بلوچستان رخ بده. ناصرالدین شاه امیرکبیر رو مأمور رسیدگی به این آشوب‌ها کرد. خودش هم به امیرکبیر گفته بود اول از راه صلح و مذاکره وارد بشید و اگه نتیجه نداد از راه نظامی اقدام کنید. در اولین اقدام امیرکبیر یه شاهزاده قاجار به اسم شاهزاده طهماسب میرزا مؤیدالدوله رو مأمور کرمان و سیستان کرد. اما مذاکرات طهماسب میرزا با سران قبایل راه به جایی نبرد و به ناچار بینشون درگیری نظامی شکل گرفت. شرایط سیستان کاملا با خراسان فرق داشت. این بار نیروهای دولتی خیلی زود پیروز شدن و نیروهای شورشی خیلی سریع تسلیم شدن و ابراز پشیمونی کردند. امیرکبیر هم دستور داد که کاری به این افراد نداشته باشن و حتی سوارکارانشون رو وارد نظام کردند. از طرف دیگه با کمک طهماسب میرزا در تمامی نقاط سیستان و بلوچستان امنیت برقرار شد. چندین پادگان تأسیس کردند، راههای تجاری امن شدند و یه سری شرایط اقتصادی ویژه برای تجار و بازرگان‌های بلوچ در نظر گرفتند. همه این اقدامات باعث شد که منطقه‌ای که تا چند سال قبل ناامن بود، تبدیل بشه به یکی از امن‌ترین و پررونق‌ترین مناطق ایران.
زندگی مردم سیستان و بلوچستان یه تغییر خیلی بزرگ داشت. راه‌ها امن شده بودند و تجارت رونق گرفت. حکام محلی در سراسر بلوچستان نامه‌های وفاداری و تشکر برای امیرکبیر می‌فرستادند. جالب این بود که این افراد همون کسانی بودند که تا چند سال قبل علیه حکومت مرکزی قیام کرده بودند، ولی این بار حمایت از امیرکبیر رو بزرگترین افتخار خودشون می‌دونستند. همه اینا رو گفتیم، ولی شورش‌های زمان امیرکبیر فقط به این دو منطقه محدود نمی‌شد. بعد از اینکه اوضاع خراسان و سیستان و بلوچستان آروم شد، نوبت رسید به منطقه فارس و بنادر جنوب. در این مناطق هم ناآرومی و شورش شکل گرفته بود. این بار امیرکبیر چه کرد؟ یه سری از معتمدین خودش رو روی کار آورد و در بنادر جنوب که وضعیت وخیم‌تر بود، از ابزار زور و ارتش استفاده کرد. همه این اقدامات باعث شد که نواحی جنوبم دوباره از حکومت مرکزی فرمان بگیرن و نظم و آرامش برقرار بشه.